آقا تا حالا شده یه صدایی بشنوی و بگی چی شد؟ بم ترکید، ذره ترک شدم؟ قطعا این اتفاق افتاده. یا مثلا داری گیم شوتینگ میزنی و همه رو داری میکشی، یهو یکی میاد با یه شات تو رو میندازه و اونجاست که کامپیوتر رو از پنجره پرت میکنی پایین و میگی توف تو این بازی. یکی از مخرب ترین اسلحه هایی که تا حالا ساخته شده اسلحه‌ای نیست جز شاتگان. شاتگان ها انواع مختلفی دارن، ولی توی این قسمت میخوام 5 تا از بهترین شاتگان ها رو بررسی کنم. پس تا انتها با من همراه باش. ستاره اول، شاتگان سوپر بلک ایگل 2. شاتگان عقاب یه سلاح نیمه خودکاره و اینکه ساخت کدوم کشور رو حقیقتش نمیدونم. شما اگه میدونی توی کامنت ها برام بنویسید. به هر حال این شاتگان به خاطر عملکرد دقیق خودش محبوبیت زیادی بین نظامیا داره. طول لوله این شاتگان بر اساس تقاضای مشتری متفاوته و از 24 الی 28 اینچ رو شامل میشه. علاوه بر مصارف نظامی، این شاتگان برای اهداف دیگه‌ای مثل شکار و ورزش و تیراندازی تفریحی مناسبه. ستاره دوم، SRM Arms مدل 1216. SRM مدل 1216 یه سلاح نیمه اتومات محصول کمپانی اسلحه سازی آمریکایی SRM. علت نامگذاری 1216 قابلیت استفاده از 16 فشنگ در خشاب با طراحی جدید و استفاده از کالیبر 12 گلوله‌های ساچمه‌زنی هستش. این سلاح دارای مکانیزم چرخشی قفلی به صورت نیمه اتومات و مسلح شونده با فشار مستقیمه. ستاره سوم، وپر 12. وپر 12 یه شاتگان رزمی نیمه خودکار چند منظوره که بر پایه اسلحه معروف کلاشنیکوف و با همون مکانیزم و با شکل ظاهری شبیه به اون ساخته شده. وپر 12 توسط شرکت مولوت اوروژیه روسیه تولید شده که همکنون توسط ارتش روسیه و نیروهای ناتو مورد استفاده قرار میگیره. مهمترین ویژگی‌های وپر 12 شامل قدرت آتش سریع، طراحی ارگونومیک و سهولت در استفاده هستش. ستاره چهارم به شاتگانی تحت عنوان بنلی M4 تعلق داره. این سلاح یه سیستم نیمه خودکاره که توسط شرکت بنلی آرما اسپای ایتالیایی تولید شده. تستای اولیه انجام شده روی این شاتگان از ضریب اطمینان بالای اون حکایت داره. اگه بازی کال آف دیوتی رو بازی کردی حتما میدونی که این شاتگان یکی از پرطرفدارترین مدل‌ها توی بازی با نام BY15 هستش. و اما ستاره پنجم، کلتک KSG، یکی از بهترین شاتگان‌های طراحی شده توسط شرکت کلتک آمریکایی هستش که مجهز به 2 خشاب بوده و میتونید اونا رو به صورت دستی جابجا کنید. هر کدوم از لوله ها قابلیت جادهی 7 گلوله 70 میلیمتری و یا 6 گلوله 76 متری رو خواهند داشت. از اونجایی که تمام اجزای تفنگ ارگونومیک هستن، احساس تاکتیکی خاصی را به مخاطب انتقال میدهند. در حال حاضر تفنگ ساچمه‌زنی کلتک توسط گردان ماموریت‌های ویژه 707 کره جنوبی و همچنین نیروهای ضد تروریسم فرانسه استفاده می شود. آقا حتی 1% هم نمیتونید جواب بدید که ستاره پنجم یعنی کلتک تو بازی کال آف دیوتی چه اسمی داره؟ واسمون تو کامنت ها بنویسید و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب از من و این کانال حمایت کنید.